نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز، من دکتر حمید سادات هستم، روانشناس و مشاور. امروز میخواهم در مورد یک سوال بسیار مهم صحبت کنم که یکی از خانم‌ها از من پرسیده است. سوال ایشان این است: چرا در بین زن و شوهر بدون دلیل مشکلات به وجود می آید؟ این سوال خیلی مهم و رایج است، زیرا مشکلات در روابط زناشویی می تواند بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد. و برای خیلی از سوال پیش بیاید که چه عوامل باعث بروز این مشکلات می شود. در ابتدا باید بگویم که هیچ رابطه بدون چالش و سختی نیست، اما نکته مهم اینجاست که بسیاری از مشکلات در روابط بین زن و شوهر به دلیل عدم ارتباط مؤثر، تفاوت‌های شخصیتی، انتظارات غیر واقعی و استرس‌های زندگی به وجود می آید. یک، عدم ارتباط مؤثر. یکی از دلایل اصلی مشکلات این است که زوجها نتوانستند به درستی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. زمانی که احساسات و نیازها به وضوح بیان نمی شود، سوء تفاهم و فاصله ایجاد می شود. دو، تفاوت‌های شخصیتی. هر فرد ویژگی‌های خاص خودش را دارد. ممکن است یکی از طرفین بیشتر به جنبه‌های احساسی توجه کند و دیگر به جنبه‌های منطقی، که این تفاوت‌ها می‌تواند باعث تنش شود. 3. استرس‌های زندگی. مشکلات مالی، فشارهای شغلی و سایر استرس‌ها ممکن است بر روابط فشار بیاورد و باعث بروز مشکلات عاطفی شود. 4. انتظارات غیر واقعی. گاهی اوقات هر یک از طرفین از دیگر انتظار غیر واقعی دارند. این انتظارات می تواند باعث سرخوردگی و در نهایت بروز مشکلات در رابطه شود. راهکارها برای مقابله با این مشکلات: اولین قدم برقراری ارتباط صادقانه و مؤثر است. وقتی که هر دو طرف بتوانند احساسات و نیازهای خود را بیان کنند و به یکدیگر گوش دهند، بسیاری از سوء تفاهم‌ها برطرف خواهد شد. همچنین پذیرش تفاوت‌ها و مدیریت انتظارهای غیرواقعی می تواند رابطه را قوی‌تر کند. اگر مشکل به حد رسیده که نمی توانید به تنهایی آن را حل کنید، مراجعه به یک مشاور خانواده یا روانشناس می تواند کمک زیادی به بهبود رابطه شما کند.